ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد ما آن را حاضر می کنیم و کافی است که ما حساب